راستی پسرش احتمالاً این ویدیو رو ببینه و احتمالاً طرفدارمون خیلی بشه. بیشتر از من میدونه. جدی؟ راجع به این دنیای مجازی و اینجور چیزا حسابی کار کشته است. راستی شنیدم که این برنده آبو زدی. آره. چی شد همچین تصمیمی گرفتی؟ خب راستش میخواستم یه محصول خوب تولید کنم. درسته. نوشیدن آب با کیفیت واسه خودم مهمترین چیزه. خیلی مهم نبود محصول آب باشه یا هر چیز دیگه. درسته. اگه محصول با کیفیتی باشه دوست دارم منم شریک باشم. منطقی. آره یه همچین چیزی. تو با شهرت چطور کنار میای؟ من چطور با شهرت کنار میام؟ آره خب بالاخره بیشتر وقت من به کار کردن تو استودیو میگذره، بنابراین خیلی جوری نیست. گفتی اولین بار میای عربستان سعودی؟ ازت دعوت میکنم که بیای به هر کدوم از بازیامون که دلت خواست به همراه تیمت، مخصوصا الان که فصل ریاضه که یه رویداد ورزشی خیلی بزرگ و مهمه توی عربستان سعودی. بزرگترین بازیت کدومه؟ کی قراره بزرگترین رقیبت باشه؟ احتمالاً الهلال.